اومدیم بر سر مزار بزرگمردی به نام جهانگیر سرتیپور، کسی که در سال 1300 2 سال شهردار رشت بود و بعدها هم نماینده مردم رشت در شورای ملی شد. با اعتباراتی که به دست آورد، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه گیلان و فرودگاه رشت و حتی فاضلاب شهری رشت رو مدیون او هستیم. کسی که با فروش نمایشنامه‌هایی که نوشته و فروش بلیت تئاترهایی که اجرا شده، هزینه زمین بیمارستان پورسینا رو پرداخت کرده. نمایشنامه نویس، ترانه‌سرا، آهنگساز، بازیگر، نویسنده، ادیب جهانگیر سرتیپور. 6 آذر ماه زادروز و 7 آذر هم سالروز درگذشت جهانگیر سرتیپور بود. اومدیم و ادای احترام کردیم به بزرگمرد اهل رشت. همه عزیزانی که از خیابان بیستون رشت رد شدن، حتما این بنای قدیمی که روش هم با تابلوی کافه زیبا خورده رو دیدن. تا آخر ویدیو با من همراه باش تا بهت بگم این ملک برای چه کسی بوده و داخل این خونه رو هم بهت نشون بدم. دیم برو دل برو ذوق دیدار، جنبن دل های جان جان، تا ایم خون فوتور کتی جولا، پس چرن وسیبتن مگبزن.